سلام بچه ها، قسمت 91 آموزش حسابداریه. واقعا باورم نمیشه 91 قسمت داریم حسابداری درس میدیم، گرچه قسمت ها کوتاه و کوچولوه، ولی امروز رسیدیم به تهیه صورت سروزیان تو مؤسسات بازرگانی. تو قسمت 70 الان قسمت 91 قبلا در مورد صورت سروزیان صحبت کرده بودیم. یعنی اگر در حقیقت حتما باید ببینید، چون این یک ویدیو دنباله داره و یک ویدیو در حقیقت سریالیه و خیلی خوبه که حتما اونو یادتون باشه. اگه یادتون نیست قسمت 72 رو یه نگاهی بکنید که در حقیقت یه سروزیان با هم دیگه اومدیم کار کردیم و بریم ببینیم که چه کاریم و چی کار بکنیم. اونجا سروزیان شرکت‌های خدماتی بود، اینجا الان داریم در مورد سروزیان شرکت‌های در حقیقت بازرگانی صحبت میکنیم. بحث موجودی کالاش یه مقدار متفاوته. خب دنبال فروش خالصیم، دنبال بهای تمام شده ایم، دنبال سروزیان ناخالص، هزینه‌های عملیاتی و در نهایت سروزیان خالصیم. این امروز رو میخوایم با یک در حقیقت درس نوعی تمرین بریم جلو که توی احتمالاً 3 تا قسمت فکر میکنم گام به گام با هم دیگه انجامش بدیم. این یک تراز یک شرکت در حقیقت بازرگانیه. همینجوری که میبینید موجودی کالای اول دوره‌شو نوشته، اینقدر داشته، اینقدر خرید طی دوره داشته، اینقدر برگشت از خرید و تخفیفات داشته، اینقدر تخفیفات نقدی داشته، فروششو گفته، برگشت از فروش، تخفیفات فروش، هزینه حمل کالای خریداری شدهشو گفته و هزینه‌های حقوق و اجاره و آب و برق و در حقیقت برداشت شرکاش هم بوده. این کل ترازاش کلا رو هم دیگه. حالا ما باید بیایم در حقیقت میخوایم صورت سود و زیان در بیاریم، درسته؟ و در حقیقت موضوعات سود و زیانی رو باید از داخل این تراز خارج بکنیم. خب حالا همونجوری که من در حقیقت توی این شکلم براتون رنگی کردم، یه لحظه من اینو پاک کنم، توی شکلم در حقیقت رنگی کردم براتون، چند قسمت داره. اینا که سبز رنگن یعنی این قسمت و این مربوط به موضوع خریده، یعنی موضوع خرید کالا، موضوع انبار، موضوع در حقیقت موجودی ها و در نهایت بهای تمام شده کالای فروش رفته. یعنی این سبزو در مورد اینا میخوان صحبت کنن. این دقیقا مشکی ها که فروشن، مشخصه دیگه، فروش و برگشت از فروش و تخفیفات، این 3 تا عدد. مابقی هم در حقیقت هزینه ها هستن. حتی این برداشت هم اومده گذاشته اینجا، برداشت ما نمیخوایم. یعنی تو بحث صورت سود و زیان برداشت از سود یه چیزی رو سهامدارا و شرکا برمی‌دارن، ما باش کاری نداریم. تو سود و زیان ما فرق نمی‌کنه. یعنی ما می‌خوام ببینیم طی دوره چقدر سود و زیان داشتیم. این که حالا برداشت شرکا چقدر بوده مهم نیست، که ممکنه ما 1000 تومان سود و زیان داشته باشیم، شرکا 1000 تومان برداشته باشن، اصلا هیچی بر نداشته باشن، 2000 تومان برداشته باشن، اصلا ربطی به سود و زیان نداره. برای پس با این اصلا کلا کاری نداریم. خب من می‌خوام توی چند قسمت، پس مثالمون اینه، مثال رو یه بار در حقیقت با هم دیگه ببینیم. اطلاعات در حقیقت شرکت رو به ما داده، اطلاعات ترازش رو. یه چیزی هم اینجا گفته آقا برای تهیه سروزیان مؤسسه حمیدی اطلاعات از تراز آزمایشی استخراج شده. این تراز شما داده. موجودی کالای اول دوره رو داده اینجا تو تراز. گفته آقا در ضمن کالای پایان دوره هم 11,500 و 60% این هزینه‌های در حقیقت عمومی اداریه و 40% هم هزینه‌های در حقیقت توزیع و فروشه. تقسیم کرده. این چیز یاد مهم نیست، گام به گام میریم جلو، اینو یادش میگیریم، نگران نباشید. تو اولین قدم و آسان‌ترین قدم که تو این ویدیو میخوام بگم، ببین من میخوام سود و زیان در بیارم دیگه. خیلی ساده است، میخوام صورت سود و زیان در بیارم دیگه. این ساختار سود و زیان اینجوریه: فروش خالص منهای بهای تمام شده کالای فروش رفته، یعنی پول خریدی که دادیم، منهای هزینه ها مساوی است با سود دقیقاً خالص ما دیگه. این کل ساختاریه که داریم، درسته؟ حالا تو اولین قدم من میخوام این فروش خالصه رو حساب بکنم. درست شد؟ تو این اسلاید بعدی انجام دادم براتون. در تو فروش گفتم چی داریم؟ یه دونه فروش داریم 5 میلیون تومان فروشه. در حقیقت ببخشید 18,500 185 میلیون ریال فروش داریم، 5 میلیون ریال برگشت از فروش داریم و
4 میلیون ریال هم تخفیفات نقدی فروش داریم. ببین خیلی ساده، این قسمت اوله که فروش رو میذاریم 18500، یه 5 تومن ازش کم شده، یه 4 تومن، جمعا 9 تا فروش خالص رو میشه 176 تا. ببین من این برم اگه حساب کنم براتون، اگه اینجا هم بیام چی شد این رفتم یه درس دیگه، اگه اینجا هم بیام حساب بکنم، بخوام فروش خالص رو در حقیقت براتون حساب بکنم، اینجوری میشه. گفتیم ما فروش ناخالصمون چقدر، خودش اینجا گفته 18500، میذارم 18 و 185 تا. بقیش از فروش و تخفیفاتمون چقدر من به صورت منفی میذارمش، منفی رو تو پرانتز میذارن، منفی 5000 تا. برگشتی داشتیم تخفیفات نقدی فروش. یادتونه دیگه تخفیفات نقدی فروش اونایی بود که مثلا من اعتباری خریده بودم، گفته بود اگه آقا 10 روزه پولتو بدم اینقدر ازت تخفیف میگیرم، تخفیف نقدیه به خاطر اینکه زودتر پولو گرفتیم. 4 تومن هم اینجا منفی میشه دیگه، اینم 4 تومن. 4 و 5 9 تا، 9 تا از این 185 تا کم میشه 176 میلیون تومن. درست شد؟ میشه دقیقاً قسمت فروش خالصمون. ببینید فروش 185 تا، کسر میشود برگشت از فروش 5 تا، تخفیفات نقدی 4 تا، جمع این 2 تا 9 تا. ببین 9 تا رو تو پرانتز گذاشتیم و ماندهش هم فروش خالص هم در نهایت شد 176 تا. زیادم بچه این دقیقاً ریخت و قیافه هم گیجتون نکنه. ما معمولا تو حسابداری جزء اینجا می‌نویسیم، جزء کلو میایم اینجا می‌نویسیم، زیاد مهم نیست. یعنی اینا رو دو تا رو آورده 5 و 4 شده 9، این 9 اینجا آورده تو سطر مقابل 4 آورده و داخل پرانتز هم آورده. اینا هم البته داخل پرانتز درسته دیگه، یعنی منفی هستن. تو حسابداری نمی‌ذاریم منفی 5000، می‌ذاریم داخل پرانتز 5000 به عنوان عدد منفی. خلاصه فروش ناخالص 185 تا بوده، یه 5 تا یه 4 تا ازش کم میشه 176 تا. تیکه اول سودوزیانمون در اومد. بریم تیکه دوم که تیکه مهمی هستش و تفاوت میکنه با در حقیقت شرکت‌های، یعنی اینجاست که شرکت‌های بازرگانی با شرکت‌های خدماتی تفاوت میکنن. بریم با هم دیگه ببینیم.